خب نتیجه بازی اینجوری قشنگ‌تره. راند اول. A few moments later. دوربین شدم نیست کنم. خب مچ فکت 26 تا شوت من 8 تا شوت علی آقا. خب کورنر 6 تا 0 تا سب کن. نه تا میتونی کارو بکنی. خب سیو کجاست؟ 15 تا علی آقا 2 تا من. دروازه‌بانم نه نگفته هر چی اومده خورده. گل فراتو. آخ ای وای ای وای ای بیرون پا بود. چی بود آقا بیدار؟ سقوط من در خودمه. آخ آقا بیدار از کجا؟ تو پشت ما دیگه نمیدی. یا الفاظ ای نازنین از عشق مردم ناز تا کی میکنی از کجا؟ های خود جاشد میکنی. دوستان من سب کن نجیب بازی هم اینجا بگیریم دیگه. 5-2 اشکال آقا صداره چیکار کرده؟ تریسام دادم. Round 3. وقتی داشت علی به دنبال انتقام بود. A few moments later. یک بازی کاملا پایا رو بخوایم نتیجهش رو نگاه کنیم دوستان. یادتونه اون ترکیب رو دیدید علی آقا می‌خواست انتقام خیلی سخت انتقام گرفت بازی. دوستان علی آقا دوباره در نیمه دوم انتقام سختی می‌خواستن بگیرن و به نظر من مشکل ترکیب آدم هست. خب آقا علی ترکیبم عوض کرد. خدای خوب مقاومت کرد. من که 10 نفره بود. بابا داستان نمیگی. و نه بازی 6 تا 4. نه خود علی آقا تمامه. اینقدر دیگه بازی کردیم علی آقا دیگه نگرفت.